چه قدرت حاکم جهان در خرداد 1401 چند وقت پیش و توافقات به عمل آمده بین بلوک شرق و بلوک غرب مقدار کمی از اطلاعات بیرون درز کرده و از این قرار است: بخش‌های شرقی کشور اوکراین به روسیه واگذار میشه و آتش بس انجام میشه و جنگ فروکش مینماید. درباره ایران، تغییر مدیریت کشور ایران با برنامه زمانبندی شده بدین صورت پیش بینی شده: تا شهریور 1401 رژیم فعلی که نوکر بلوک شرق است مهلت داره برجام رو امضا کنه و جام زهر رو سر بکشه. ترور سران سپاه و رژیم سرعت بیشتری خواهد یافت. مراکز مهم نظامی رژیم با سرعت بیشتری منفجر شده و یا آسیب خواهند دید. در شهریور 1401 که اتفاق بزرگ خواهد افتاد و حرکات اعتراضی مردم که فعلا به صورت مسالمت‌آمیز انجام میشه به سمت مقاومت‌های مسلحانه گرایش پیدا خواهد کرد. قدرت‌ها که اکنون در حال بررسی گزینه خود برای حاکمیت آینده ایران هستند، از شهریور ماه به صورت آشکار روی موج تبلیغات قرار خواهد داد. در دی ماه 1401 تحول اساسی و انتقال قدرت به یک حکومت دیگر خواهد بود. این چیزایی هستش که درس کرده و در ویکی لینکس منتشر شده و دقیقا مثل سال 57 و کنفرانس گوادالوپ که در مورد حکومت ایران تصمیم گرفتند، این هم یکی از اون تصمیمات هست. مشاهده کرده باشید شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه اخیرش بسیار انعکاس زیادی داشت که حتی خامنه ای پشتبندش روز بعدش آمد صحبت کرد، درباره حکومت پهلوی صحبت کرد. احتمالاً شاهزاده رضا پهلوی گزینه غرب برای جانشینی جمهوری اسلامی است. در روز جمعه 13 خرداد 1401 به شکل بی سابقه ای 4 شبکه تلویزیونی پربیننده فارسی زبان، BBC فارسی، صدای آمریکا، اینترنشنال، من تو، همزمان سخنرانی و مصاحبه مطبوعاتی شاهزاده رو به صورت زنده پخش کردند و زمان زیادی را نیز به تحلیل سخنان و مطالب